جوان مردان، شما باید با قدر عظمت و بزرگی پدر و مادر که آفریدگار ما در این دنیا و سبب هستی ما می باشند بیشتر رسید. آنها را دوست دارید و احترام کنید، خدمتشان را بجا آورید و دعای نیکشان را گیرید و همیشه در آرزوی آن باشید که پدر و مادران سایبان سر ما و شما باشند. بعضا جوانان گریخته میرن که من خدمت نکنم. او عقل داره یا پدر و مادر عقل داره؟ کجا گریخته میروی؟ وطن یکی است. مادری تو را کی حمایت میکنه؟ کی؟ خواهری تو را، فرزندی تو را کی بانو را نترسیده خدمت کرده است؟ و قدر زحمت پدر و مادر را خود را دانه. تلفن های محمدی صورت هم میگیرن. در دوره همه خوردیشان رسم بگیرید، در یک جامانی کلام کشید تیرشان که گاه بیند از کجا آمده است، چه کی بود. فکر میکنم همه خیلی با دنیا آمدن تمام و فکر دیگرشان اون است که اونا ابدا در همین دنیا همیشه میستند، حیاتی که نیست. من بسیار عائله‌ای را میدانم که همین یک خطاگی پدر و مادران در همین است. در وقتی سری دسترخوان شدن در عائله کودکان را علاهیده خوراک میدهند. این کار کردن در کار نیست. کودک هم همچون اعضای همین عائله در سری دسترخوان باید باشد. چگونه خوراک میخورند، چگونه دسترخوان را آراستند، چگونه معاشرت میکنند. وقتی پدر و مادر که در تربیه فرزند حصه گذار نیست، بعضا چیزهای تلختر هم دارد. پیش از همه کودک تربیه می آمد، خلق و آداب و رفتارش از عائله سر میشد. پدر و مادر چیزی کنند فرزند میتونه از او بدتر کنند اگر چیزی بد باشه. جنگ و جدال و کشمکش و خرخشه و بحث و مناظره در نزد فرزندها کردن نیست.